سلام، امیدوارم که خوب و خوش و سلامت باشید. روز جای همگی خالی، آدم یه دوری در طبیعت بزنم. یه نکته‌ای رو خواستم در موردش یکم صحبت کنم. یه راهیه که قدم میزنیم میریم، بعد یک ساعتی هست داریم میریم، هرچی نگاه میکنم. البته عموما اینجا اینجوریه که خیلی 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 به ندرت میشه که آدم زباله میبینه تو طبیعت. چه مسیرهایی که میکنی یه دونه پیدا کردم، عرض کردم خدمتتون به ندرت، ولی واقعا اینجوریه که به ندرت. خدمتتون عرض کنم که حالا در مورد همین خواستم یکم صحبت کنم، این که به ندرت زباله تو طبیعت میبینیم، ولی متاسفانه تو طبیعت خودمون، توی کشور خودمون، توی ایران عزیزمون کم زباله تو طبیعت نیست و باید قبول کنیم که یه قسمت از این مسئولیت هر جوری حساب کنی گردن ماه، گردن ما ایرانی هست. الان به جدیدن خیلی زیاد شده، طبیعت گردی بسیار زیاد شده. قدیما که من یادم میاد اینجوری نبود، تورهای طبیعت گردی هست. حالا بیشتر باید احتیاط کرد، بیشتر باید از طبیعت محافظت کرد، چیزی که بهمون به ارث رسیده و باید به نسل‌های بعد تحویلش بدیم. خدمت شما عرض کنم که ولی به هر جهت یه نکته دیگه هم بگم، خیلی فکرم مغشوشه واسه هم نمیتونم متمرکز صحبت کنم. چیزی که هست، از اون چیزایی که از ایران میدونیم، خیلی از این زباله‌ها حالا جمع هم میشه. ما به لطف 40-50 سال حکومت مقدس جمهوری اسلامی اصلا سیستم اینه که بتونیم جداسازی کنیم آشغالا رو و بتونیم اونا رو، حتی دستگاه عظیمی هست که میسوزونن، همچین چیزایی نداریم ما. دقت کنید تو شمال کشور فیلماش گاهی میاد بیرون، یا حتی جای دیگه. حالا من که مثلا تو مرکز ایران زندگی میکرد، همش یا دفن میشه یا تو طبیعت یه جوری رها میشه. یعنی سیستمی هم نداریم. یعنی متاسفانه چه بخوایم چه نخوایم همه این زباله ها وارد طبیعت خواهد شد یه جوری. ولی خب اینم باز دلیل نمیشه که ما مردم رعایت نکنیم و هرچی دستمون میرسه تو طبیعت رها کنیم. حالا هر جا میرید اگه زباله‌ای هم تولید میکنید، خواهشاً دوباره بردارید با خودتون ببرید، تو طبیعت نذارید. و یه نکته دیگه هم براتون بگم، البته شما مطمئنا بهتر از من میدونید، ولی شما اگه میری تو طبیعت خیار میخوری، هندونه میخوری، اینا رو اگه بریزی تو طبیعت، بعد از طبیعت قدرت داره، مثل پلاستیک نیست که مثلا تا چه میدونم هزاران سال طول بکشه تا از بین بره تو طبیعت. پوست نمیدونم خربوزه 6 ماه 7 ماه از بین میره، نمیدونم حالا هر چیزی مثلا میگم، ولی بالاخره تو طبیعت تجزیه میشه، از بین میره. ولی اینم باز دلیل نمیشه شما بری پوست هندونت هم تو طبیعت بندازی، واسه اینکه همین پوست هندونه هم که شما تا طبیعت میریزی، بعدی هم میاد، بعدی هم میاد، بعدی هم میاد. چیزی که زیاد تو ایران هست، مخصوصا شمال کشور، و خب میشه زباله‌دونی دیگه. بعد میگم حتی زباله های بیو هم نباید تو طبیعت رها کرد. خدمت شما عرض کنم در آخر یه
بگم خاک تو سرت جمهوری اسلامی، خاک تو سرت مقام معظم رهبری. به چه روز سیاهی مملکت رو رسوندی. واقعا همیشه ایشون میفهمن رکورد زدیم، همیشه رو به پیشرفت بودن نیست که رکورد توش هست، توی فلاکت و بدبختی هم هست. به لطف حکومت و نظام مقدس اسلامی تو فلاکت اول شدیم. امیدوارم که این روال تغییر کنه، ما بتونیم مردم حکومت رو دست بگیرن و تغییرات داشته باشیم که لااقل محیط زیستمون رو بتونیم نجات بدیم. ممنون از اینکه مشاهده کردید. روز خوش.